سلام بچه‌ها جون، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز نیلوفر و نگی زحمت کشیدن رفتن برای مبینا کادو، گل و کیک گرفتن. من چون از سر کار اومده بودم یه چرتی زدم و بیدار شدم، آماده شدم. خود مبینا خبر نداره، میخوایم بریم که سورپرایزش کنیم. آقایونم رفتن دریا شنا، حالا اونا هم شاید به ما ملحق میشن، با ما همراه باشیم. سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بچه ها جون ما رسیدیم، بریم داخل. موزیک صابونه نمیخواد مدل تولدت مبارک، قولمون به جونم. این کادو دست سامانه چرا زحمت کشیدیم. مرسی، دست خوشگلی. چرا ویران شدی؟ میخوای سلام کن؟ سلام به دوستان. چه حسی داری که سورپرایز شدی؟ چه حسی میتونم داشته باشم؟ چه خوشحالی میتونم داشته. خیلی زحمت کشیدیم، واقعا از دیدنتون خوشحال شدم. انتظارش نداشتم که بخوایم برای خاطره رو بگیم که داره برای من. تولدت مبارک مبارک دوست داشتم دستتون در نکنه بچه ها. توی کیفم بازش کن. توی کیفم باز کنم. دپشو این دیگه چیه؟ واقع با اون گفته بود اون چیکار کرد؟ اشکال نداره. بیا اینجا بیرون بیارم ببینیشون چه خوشگله. دستتون در نکنه بچه. خیلی خوشحال شده. مرسی. ببینیم بچه ها جونم، مبینا جونم رو میبینید که داره آرایش میکنه. عروس بشن. عروس خانوم آخه. کادوش هم بچه ها انداخته گردنش. نهاش ببینید چی گسنگه. خیلی قشنگ. باید از شما تشکر کنم. ببینید چراغ اینو روشن نکردی من ببینم. الان روشن. تو ماه آسمونی در شب تارم، وقتی که چیه شب سیاه من تو رو دارم. او دنگ و فنگ دارم. چه خوشگله. خیلی قشنگه بچه ها جون. میدونی که من عاشق ماهم. مثلا اینو دیدم چیز شدم. چی شدی؟ یه ذره این که مثلا واسه اتاقم از اینا درست کنم. من میخواستم قدی درست کنم، یعنی در آره خیلی. آخه بهزاد میخواد واسه اتاقش قدی بگیره. بعد من میخواستم در کمودم و کلا قدی کنم واسه خودم و دیگه مثلا جدا نخرم که فضا بگیره. ولی این ماه دل منو برد. ماه بگیر. شاید یه سایز کوچیک اینو درست کردم. ماه هم خوبه. تو این خوبه اون. بعد تو برام میخونی تو ماه آسمونی در شب تارم. سارا چه دیر کرد؟ آها سارا خانومی میخواد بیاد بچه ها. گفت یه حالا اون میگه 1 رو 20 دقیقه، شما نیم ساعت در نظر بگیری. هیچ کدوم این دوستان به اندازه من آن تایم نیست. قیامت. مجتبی جون در حال هنرنمایی هستش دوستان، داره گرم میکنه. برای امشب بر خانمی بزنیم. وای تا من اومدم مجتبی این کار این کرد دیگه تکون نخور.
چون که تمرین نداشته یه ذره دستش خوش شده به خاطر اون. این روژ چه خوش رنگه. بده به من دلم دریا همینقدر دلش بزرگه. خودم بزرگه اینجا میخوایم بچه برای امشب استارت سلام بچه ها، منم اومدم. واقعا دیگه همه بودن، فقط جای من اینجا خالی بود. سلام به همه شما. از وقتی که اومدم دارم هنرها مرور میکنم. هنوز تحت آموزشم من. تحت آموزش مشتاق باخته. مثل مبینا اینا حرفه‌ای نیستم. چه خبر خوبید؟ آره. تولد مبینا این هفته ما خوشحالیم کلا. از یه هفته قبل همه خوشحالن تولد. انگار من جوین کردیم با این تقدیم برای سلام من کافی بود. آهنگ تولد بزن. نه خودش داره میخونه تولد. نه برو دیگه. نه توی اونو نزن، اینجا رو بزن. زود میریسم. آموزشه بلش کن، آموزش برای سری. بچه‌ها جون به بخش خیلی خوشمزه ماجرا رسیدیم. جی ببینم بابا همین خوشمزه ها بچه ها جا تو خالی. آقا جا تو خالی خیلی خوشمزه. فقط من و سارا که زودتر اومدیم جامونو سر میز گرفتیم. واقعا جا تو خالیه. خالیه بی‌نظیره مرگم. هپی برثدی. خب دیگه خوب سری بخورید. بچه‌ها من دو تا بند دارم، یه موبی بند که بچه‌های موزیک هم اونجو کار میکنن. اولیش حسن هنگدرام، مشتبه خواننده، ایور سارا تو چی می‌کنی تو؟ چیز دیگه شهناز تهرانیه. یه موبی بیوتی دارم که خاطر اونجا کار رنگ انجام میده. بعد چراغا رو خاموش کنه. نگیم بند ابرو. بعد من اونجا فقط یه خود شلوار اینجوری چیز میپوشم یا سر میزنم بهشون. دیگه مدیریتی دیگه عزیزم. اسپانسر ما هستن. ما هر تو رستوران هم کارمونای مدیریت. این پس چرا نمی‌خونیم؟ اون دیگه اونو یه بار انداختنش توی اون 13 در رویایی که داشتی. تولد من باشکوه کردن، باشکوه تر کردن. نه مجتبی اونم کار میکنه که این اگه کار میکنه اون باتری نداره. همه دوستان عزیزم شام زیبای خیال ما در کنار اون هستیم. خیال خودتون یه کامه مجالیش کم فقط من
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک عزیزانی که امشب در این گل باشید گل نداشته باشید شادی تشریف آوردن و قدم بشید فند موبی میوزیک داشته باشید و یک شب به یاد ماندنی رو برای شما داشته باشید. خواهش میکنم اول از همه از خداوند بزرگ متشکرم. اول از شماها که این شب رو کنار من هستید و برای من این شب خیلی شب مهمی هستش. تولد خانمی هستش و امیدوارم که امشب به همتون خوش بگذره. آماده هستین؟ 3 2 1 3 2 1 3 برو. ماشاءالله. گروه سرود گلهای غربت تقدیم می‌کند. اشک شادی شب و نگاه کن که واسط میچکه چیکه چیکه کام همه رو بیا شیرین کن بیا کیک و ببر تیکه تیکه همه جمع شدن دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو نگینی بگو ببینه ما رو نگو باز کن اگارو همه رمز و رنگی عجب شب قشنگی تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک 9 8 7 6 5 4 3 2 سارا کم اصلا دوباره بخواد عکسمون خیلی خوب شد دیگه بسته. بچه‌ها خسته شدن از اینکه این همه عکس میگیرن. عکس بچه‌ها هنوز تموم نشده. موهام بده، پای مشتبام خوب بمونه. پام بیفته مگه؟ بگیر حالا. استوری کات برو از اونا بزن. برو از اونا بزن. تمام نشده. این گوله علانه خون کبوتر علو دور لب مو ارشین عین زمستان شب چون به نگو مادر و رسوایی بود حقیقتا خیلی تماشایی بود سیاه و برا و درشت و قشنگ هر ایدن چون ایدن مشتسن
هر گیان فندرسی چون بچون دین انشین آوسی عین مو خوشبد قامت سیه چشم ابرو نفخمه و بیمزه و آقایون لطفاً دل بدید به خوشبد محجر دقیقی خوب گوشه خوب پشت موی برگدی خوب دوشه شانه بزه گیس بگوده همیشه پا انشین عینه تو یه جور حسن رو نگاه میکنه نگاه رو بزد دارمن نشکی دقیقی کلیسه با بروز نقرهی جلیسه موجن قامت پیچتمه راگفه پیرهن آبی دگودی کفش جیر آودم جل قادر شیم برگمیر رخصر و ستخنمی بمانی از نفر دستخور جنجنی خوب خوشن دورور پس دیدی البته معلوم نمون که خستی اما هنوز این بعد آهنگه این آهنگه آها هشیم نشینه اماره گبزنیم سار بگو ساکت باشم بچه ها بچه ها لطفاً ترکت اینو برای حسن میکنم. حسن جان کجاست؟ حسن میگه که رفته دنبال فوتبال رفته دنبال همه چی رفته آخر به اینجا نرسید میگم بکنه میگه جوان بوم نشتی هیچ کس میرویه میکله دی قرم سبزی بویه مدرسه درون رسوایی کشکمی به بیشت خروس ساکت شیطانی شیطان سرخوشه بوم اینجا همقدر قد زمین دوم مدرسه زدن بیشتری همجی دارم یوتیوب میگم اون دارم اینستا میگم بیم بریم من این دیگه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بچه ها تولد تموم شد بچه ها دارن با هم یاری میکنن بعد بچه ها میگن که من کار نمی کنم من واقعا آدم کاری هستم یکی که قدرمو بدونه دست شما در نکنه خواهش میکنم دارن به خاطر اینکه من فردا تولد دارم همه دارن با هم یاری میکنن و امتحان همینطوری باید بذاری دیگه آره بده من میخوام گلا رو بزنم تو پاش تا بعدا یه گلدون برشون بگیرم بیا بگیر بکنم این از من باید بگم بالاتر نه چیزشو در بیار این یعنی بکنه این ولی یه ذرهش خب بچه ها تا آخرین لحظه با من کمک کردن خونه رو تمیز کردن بعد رفتن به خاطر اینکه صبح امتحان داشتم باید زود پا می شدم دستشون درد نکنه امیدوارم بتونم برشون جبران کنم واقعا خوشحال شدم اینم از ولاگ تولدم از طرف خاطره و نیلوفر و نگین که اولش فیلمشو برای من گرفتن و اینکه امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ولاگ‌های بعدی خدا نگهدار